الله سبحانه و تعالی در آیت قرآن گفته که الرحمن و علی العرش استوى. الرحمن و علی العرش استوى. الرحمن الله بالای عرش استوا نمود. در آنچه که الله خود وصف کرده و یا رسولش وصف کرده میگه هرگز تشبیه وجود نداره. چرا آنچه که الله و رسول به الله بیان داشتن او مربوط به غیب میشه و آنچه که به مخلوقات است که مربوط به مخلوقات است. پس در بین از در قرآن و سنت تشبیه نیست. تشبیه تو کشیدی، این علمای کلام کشیدن، این کسایی که فلسفه را داخل کردن، منطق را داخل کردن، عقل خود را داخل کردن و خواستن که در غیب مداخله بکنن، این گپای تشبیه را یا کشیدن. اما در قرآن و سنت چیزی در تشبیه نیست و آن قبولیان بدون تکییف، تشبیه و تعطیل. این ما شما خوانده بودیم که نه از کیفیتش میگیم که چه قسم است، کیفیتش غیب است ما نمیفهمیم، و نه هم تشبیه میکنیم به خاطر از اینکه او مربوط خالق میشه، این مربوط مخلوق میشه، خالق و مخلوق تشبیه نمیکنیم و تعطیلی را نمیکنیم. بگیم ما این قبول نداریم به خاطر که ما نمیفهمیم، ما که نمیفهمیم قبول نداریم. این هم نیست. ما فقط آنچه که در نص هست قبول داریم، نه تعطیل میکنیم، نه تشبیه میکنیم و نه تکییف میکنیم. این گپ من از گپ علامه ابن کثیر است. پس آن اینمی نسبت هایی که در اینجا شده ما ایره چه قسم از نگاه عقیده بفهمیم. استوا، نزول، بعضی کسا هست که در اینمی افعال به مشکلات مبتلا شدن یا ایره تشبیه به مخلوق کرده، هم در شرک و کفر داخل شدن. بعضی ها یا را بیخین کار کرده گفتن ایره معنایش رو تعویل میکنیم دیگه معنا میگیریم، یا هم صرف در عقیدهشان خرابی آمده. بعضی کسا بیخی گفته ایره قبول نداریم، تعطیل کردن. در این صورت هم بر از اونا مشکل پیدا شده. آن راه حل بر از چی است که ما و شما عقیده اهل سنت که در مقابل عقیده اهل بدعت است. ما و شما چرا عقیده اهل سنت میگیم؟ اهل سنت اینجا در عقیده در مقابل چی استعمال میشه؟ در مقابل اهل بدعت. چون اهل بدعت گپای نو کشیدن، غلطی ها را بودن. اهل سنت به مو شکل حرکت کردن که صحابه کرام، تابعین و تبع تابعین از رسول اکرم صلی الله علیه و آله یاد گرفته بودن و مطابق از او عمل می‌کردن. عقیده اهل سنتی است که اول صحابه کرام معنای این افعال میشناختن، چون عرب بودن، زبانشان عربی بود. وقتی که میگه جاء ربک الرحمن علی العرش استوى و کلم الله موسی تکلیما، اینا میفهمیدن معنایش. یضحکوا را معنایش میفهمیدن، یسمعوا را معنایش میفهمیدن، یرا را میفهمیدن، معنایش میفهمیدن. پس صحابه کرام در فهم معنای از کدام مشکل نداشتن. از این خاطر ما هم معنایش میفهمیم، در فهم معنایش کدام مشکلی نداریم. دومی بود به آنچه که مربوط مخلوق است کاملا فرق میکنه. با آنچه که مربوط مخلوق است کاملا فرق میکنه. صحابه کرام میگفتن برادر تو وقتی که از ذات خالق صحبت میکنی آیا ذات خالق باور داری؟ میگفتن بله. ذات مخلوق باور داری؟ میگفتن بله. وقتی که ذات مخلوق باور کردی آیا بین ذات مخلوق و ذات مخلوق تشبیه هست؟ خالق و مخلوق؟ گفتن نه. خلاص در صفاتشان نیست، در افعالشان نیست. خلاص تشبیه نگر. آنچه که مربوط به خالق است او را به غیب عقیده بکن و آنچه که مربوط به مخلوق است اون را به چشم میبینی. پس او را این چیزی که به چشم میبینی با غیب مقایسه نکن. خلاص او مربوط خالق میشه، مربوط مخلوق میشه. مخلوق با خالق نه در ذاتش تشبیه بکن، نه در صفاتش، نه در افعالش. خلاص مشکل حل. چرا؟ به خاطر از آیات قرآن است که لیس کمثله شیء، مثل الله هیچ چیز نیست. وقتی که مثل الله نیست، نه مثل ذاتش است، نه مثل صفاتش است و نه مثل افعالش است. یعنی هیچ چیز نیست در دنیا که مثل ذات خالق باشه، یا هیچ فعل نیست که مثل فعل خالق باشه و هیچ صفت نیست که مثل صفات خالق باشه. اگر کدام صفات ما داریم این صفات ما که از مربوط به مخلوق میشه. از این خاطر در این قسمت صحابه کرام و تابعین اعظم و تبع تابعین کرام اینا در این قسمت ها فقط به آنچه که در نص هست تسلیم بودن. من شبه الله بخلقه کفر. کسی که الله را با مخلوق تشبیه میکنه این کافر میشه. کسی که الله را با مخلوق تشبیه میکنه کافر است. باید تشبیه نکنه. خب و من جحد ما وصف الله به نفسه فقط کفر. این دیگه مشکل. این عقیده چه خطر.
وقتی میگیم عقیده بخوانین، درس عقیده بخوانین، میگه نیست ما گلستان میخوانیم، ما بوستان میخوانیم، ما مثنوی میخوانیم، ما فلانی میخوانیم. دیگه گلستان و بوستان مثنوی و دست پای ادبیات بخوان، عقیده که نفهمیدی مشکل برشان پیدا میشه. سیکوی یه عالم بزرگوار که استاد امام بخاری هست چی میگن؟ من شبه الله به خلقه کفر. اگر کسی الله را تشبیه میکنه با مخلوقش، با هر مخلوقش که باشه، این کافر میشه. و باز میگن و من جحد ما وصف الله به نفسه فقط کفر. و اگر کسی انکار میکنه آنچه را که الله خود به آن توصیف کرده، یعنی در قرآن همون وصف بر خود آورده، گفته یاد الله، گفته و کل شیء حالک الا وجهه، و در اونجا گفته که تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، و گفته که مثلا کلمه استوا را بر خود استعمال کرده و جاء ربک آمدن بر خود نسبت دادن. اینا میگه که اگر کسی تشبیه میکنه او هم کافر میشه، و اگر کسی انکار میکنه از آنچه که الله بر خود نسبت دادن، این هم کافر میشه. چقدر سکو گپای دقیق است که علمای بزرگ در قرن اول که خیر القرون هست و این استاد امام بخاری هست این گپا گفتن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرای محترم، در قاعده 8 که ما شما رسیده بودیم از قواعد توحید ربوبیت. توحید ربوبیت قبلا ما شما تعریفش گفته بودیم که توحید ربوبیت عبارت است وحدانیت الله سبحانه و تعالی در افعالش است. این توحید ربوبیت میگفتیم و چند قاعده برای فهمیدن توحید ربوبیت بود. یکی از جمله از این قواعد این هست قاعده 8 که افعالی که در قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله نسبت داده شده، فقط آن را به شکل توقیفی دانسته، از کیفیت آن سوال نکنیم و آن را با افعال مخلوق تشبیه نکنیم. خب ما شما افعال از خالق خواندیم که او افعال مخصوص خالق است. در قواعد قبلی خلق کردن، شفا دادن، روزی دادن، یا افعال بودن که مخصوص خالق بودن. حال بعضی از افعال است که در قرآن کریم ثابت است و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این افعال به الله نسبت داده شده. مشکل بعض مردمی است که در این مسائل برشان مشکل پیدا میشن و این را تعویل میکنن و بسیاری وقتا این را تحریف میکنن، که وقتی یک فعل از افعال الله برشان ذکر میشه یا فوراً نظر خدا و فکر خدا طرف مخلوق میره. یعنی یک قاعده اساسی کلی که انسان از کل مشکلات خلاص میکنه و صحابه کرام و تابعین و تابع تابعین رحمهم الله اینا از این مشکل خلاص بودنی بود که اونا وقتی که درباره خالق صحبت میکردن، یا ذات خالق یا صفاتش یا افعالش، اینا مخلوق کاملا کنار میگذاشتن و آیت شریف در دم چشمشان بود که لیس کمثله شیء، مثل الله هیچ چیز نیست. پس وقتی که خالق دارای ذات، صفات و افعال خاص خود است و مخلوق ذات، صفات و افعال خود داره، پس هیچ وقتی در وقتی که آیات قرآن میخواندن یا احادیث میخواندن که مربوط به خالق میشد، اینجا مخلوق در نظر خود نمیاد. از این خاطر بر از اونها هیچ مشکل پیدا نمیشه. اگر گفته میشد که یاد الله دست الله، بر از اونها مشکل نبود. چرا؟ اونا میگفتن که او خو ید مربوط به الله هست و مثل مخلوق، مثل ید مخلوق یا دست مخلوق نیست. پس من چرا تشویش بکنم وقتی که الله گفت که ید الله فوق ایدیهم،
ید الله چه قسم است؟ میگفتن والله با مو قسمی که به جلال و عظمت خالق شایسته است. کیفیتش میگفت ما کیفیتش چون مربوط به غیب میشه ما نمیفهمیم. در افعالش عینه، اما پسان وقتی که مردم پیدا شدن که خالق، وقتی که بحث سر ذات و صفات افعال خالق میشد، این تشبیه میکردن، چون در ذهن خودشان تشبیه بود با کی؟ با مخلوق. از این خاطر برشان مشکل پیدا میشد، میخواستن که از این تشبیه خدا بکشن. وقتی که از تشبیه خدا میکشیدن در دیگه جنجال میماندن. صفت الله، فعل الله که الله بر خود نسبت داده، این تعطیل میکردن. حال مجموعه زیادی از افعال است که ما و شما اول قاعده اساسی در افعال اینمی هست که ما میگیم که افعال خالق مربوط به غیب میشه. افعال ما مربوط به غیب نیست. اینال تو چطور میتونی که یک چیزی که غیب است او را باز تو مقایسه بکنی با یک چیزی که غیب نیست؟ وقتی که من میشینم، من استاد میشم، من راه میرم، این مربوط غیب نیست. اما وقتی که افعال مربوط خالق که میگه و جاء ربک، مثلا اینجا افعال آمده، یا مربوط غیب است. تو غیب با دنیایی که غیب نیست قیاس نکنید، قیاس مع الفارق میگن. اینجا برات مشکل پیدا میشه. فهمیدین مقصدشه؟ یعنی افعال خالق مربوط غیب است، او را در ساحه غیبش بفهم و عقیده بکن. و افعال ما که است این مربوط غیب نیست. افعال ما را با افعال از او قیاس نکو، غیبه. با آن چیزی که غیب نیست قیاس نکو، و آن چیزی که غیب نیست او را به غیب قیاس. مشکل حل است. آن دمی افعال مثلا الله سبحانه و تعالی در آیات قرآن گفته که الرحمن و علی العرش استوى. الرحمن و علی العرش استوى. الرحمن الله بالای عرش استوا نمود. خب و جاء ربک، و آمد پروردگار تو، این فعل جاء آمدن، وقف گذاشتن قدم. سعی کنین گذاشتن قدم. میگه لا تمتلئ النار حتی یدع الجبار فیها قدمه. میگه تا او وقت دوزخ پر نمیشه که الله سر از قدم خداوانه که ایره پچک کنه و فشار سرش بیاره که دیگه دوزخ دیگه نفسش برایه و بگه بس است. الله نجات بده ما و شما را از چرا دوزخ میگه هر قدر که درش انداخته میره میگه حل من مزید، آیا دگام است تا که غضب الله سرش نازل میشه و قدم خدا سرش میمانه و بعد از این دوزخ میگه که من کفیدم بس است. اینجا وعده قدم آمده. نزول در حدیث شریف آمده عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ینزل، پایان میشه، ربنا پروردگار ما تبارک و تعالی کل لیلة الى السماء الدنیا، هر شب به آسمان دنیا، حتی یبقى ثلث اللیل، تا ای که سوم حصه شب اخیر میمانه. یقول من یدعونی، دمی ثلث اخیر شب میگه کی دعا میکنه یا میخواه از من یک چیزی، فاستجیب له، که من اجابت کنم برش. من یسألونی، کی هست که از من سوال بکنه، فاعطیه، من برش بتم. من یستغفرونی، کی هست که از من مغفرت بخواه، فاغفر له، من برش ببخشم. صحیح البخاری، حدیث صحیح البخاری هست. پس در این حدیث شریف خود دیگه درسای شاید در بخشایی که حدیث انسان درس میته وایشه میگن. اینجا ما شما چون منظور عقیده هست دیگه بخشایش بحث نمیکنیم. یعنی دیگه بخشایش که مثلا اگر کس دعای خوب قبول میشه و سوال قبول میشه و مثلا در ثلث اخیر شب بخیزه و تهجد بخونه و سجده بکنه و در حالت سجده دعایش قبول میشه، او درسای دیگه هست که از این حدیث گرفته میشه. لکن اینجا چون بحث عقیده هست، در اینجا آمده هست که ینزل ربنا، یعنی نزول میکنه پروردگار ما. پس این فعل آمد. اینال یک از میگه استوا، جاء گذاشت آمدن، وضع القدم نزول،
اذا فرغ منهم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله خلق الخلق، میگه الله مخلوقات خلق کرد، همین جهان و زمین و آسمان ها و جنت و دوزخ و دنیا رو وقتی حتی اذا فرغ منهم، سبب که اینجا کلمه فرغ منهم این کلمه هم در حدیث آمده، این هم در حدیث صحیح مسلم است. دیگه در حدیث در آیت دیگه آمده که الذی یراک حین تقوم، دیدن ذاتی که تو را میبینه، دیدن انی معکما اسمع و ارى. الذی یراک حین تقوم، یعنی در اینجا یرا دیدن، انی معکما اسمع و ارى، ما امرای شما هستم. انی معکما اسمع و ارى، ما همراه شما هستم، اسمع و میبینم و ارى، اسمع و میشنم و ارى میبینم. اینجا دیدن به الله نسبت داده شده. سخن گفتن که الله سخن گفت و کلم الله موسی تکلیما، اینجا نسبت فعل کلام، فعل شنیدن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فعل ندا اذ نادى ربك موسى وناديناه من جانب الطور، یعنی کلش آیات و احادیث است. نسبت خوشحال شدن است. در حدیث شریف دیگه که ابی حمزه میگه که اینجا چیز قال رسول الله که الله افرح بتوبه عبده من احدكم سقط على بعیره وقد اضله في ارض فلان. خب حتی اینجا در این حدیث شریف، خب حدیث طویل است، حدیث دیگه که در روایت مسلم است و متفق علیه بود، اینا احادیث است که اینجا نسبت خوشحال شدن به الله هست. در جای دیگه هست که ابو حمزه رضی الله عنه، خب حدیث دیگه هست که در اینجا میگه که عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال یضحك الله سبحانه و تعالی، الله خنده میکنه الى رجلین، به دو شخصی که یقتل احدهما الاخر، الله خنده میکنه سر دو شخصی که یکی دیگر را کشته و اردوشان باز داخل جنت میشن. الله خنده میکنه، الله خنده میکنه در چه وقت؟ وقتی که دو نفر یکی دیگه خدا چی کردن؟ کشتن، لکن الله میبینه که اردوشان در کجا میرن؟ جنت میرن. این یک سوال چیز براتون باشه، سوال ذهنی که اگر گلنایتون صاف کردید خوب صاف شد باز جواب بگویید دیگه. او چیز که الله خنده میکنه، او اینجا نسبت خنده به الله سبحانه و تعالی شد. پس آن اینمی نسبت هایی که در اینجا شده، ما ایره چه قسم از نگاه عقیده بفهمیم. استوا، نزول، بعضی کسا هست که در اینمی افعال به مشکلات مبتلا شدن یا ایره تشبیه به مخلوق کرده، هم در شرک و کفر داخل شدن. بعضی ها یا را بیخی انکار کرده، گفتن ایره معنایش رو تعویل میکنیم دیگه معنا میگیریم، یا هم صاحب در عقیدهشان خرابی آمده. بعضی کسا بیخی گفته ایره قبول نداریم، تعطیل کردن، در این صورت هم بر از اینا مشکل پیدا شدن. آن راه حل بر از چی است که ما و شما عقیده اهل سنت که در مقابل عقیده اهل بدعت است. ما و شما چرا عقیده اهل سنت میگیم؟ اهل سنت اینجا در عقیده در مقابل چی استعمال میشه؟ در مقابل اهل بدعت. چون اهل بدعت گپای نو کشیدن، غلطی ها را بودن. اهل سنت به مو شکل حرکت کردن که صحابه کرام، تابعین و تبع تابعین از رسول اکرم صلی الله علیه و آله یاد گرفته بودن و مطابق از او عمل میکردن. عقیده اهل سنتی است که اول صحابه کرام معنای این افعال میشناختن، چون عرب بودن، زبانشان عربی بود. وقتی که میفوجاء ربک الرحمن علی العرش استوى و کلم الله موسی تکلیما، اینا میفهمیدن معنایش. یضحکوا را معنایش میفهمیدن، یسمعوا را معنایش میفهمیدن، یرا را میفهمیدن، معنایش میفهمیدن. پس صحابه کرام در فهم معنای از کدام مشکل نداشتن. از این خاطر ما هم معنایش میفهمیم، در فهم معنایش کدام مشکلی نداریم. دومی بود به آنچه که مربوط مخلوق است،
کاملا فرق میکنه با آنچه که مربوط به مخلوق است. کاملا فرق میکنه. صحابه کرام میگفتن برادر تو وقتی که از ذات خالق صحبت میکنی آیا ذات خالق باور داری؟ میگفتن بله. ذات مخلوق باور داری؟ میگفتن بله. وقتی که ذات مخلوق باور کردی آیا بین ذات مخلوق و ذات مخلوق تشبیه هست؟ خالق و مخلوق؟ گفتن نه. خلاص در صفاتشان نیست، در افعالشان نیست. خلاص تشبیه نگر. آنچه که مربوط به خالق است او را به غیب عقیده بکن و آنچه که مربوط به مخلوق است اون به چشم میبینی. پس او را این چیزی که به چشم میبینی با غیب مقایسه نکن. خلاص او مربوط خالق میشه، مربوط مخلوق میشه. مخلوق با خالق نه در ذاتش تشبیه بکن، نه در صفاتش، نه در افعالش. خلاص مشکل حل بود. چرا؟ به خاطر اینکه آیات قرآن است که لیس کمثله شیء، مثل الله هیچ چیز نیست. وقتی که مثل الله نیست، نه مثل ذاتش است، نه مثل صفاتش است و نه مثل افعالش است. یعنی هیچ چیز نیست در دنیا که مثل ذات خالق باشه، یا هیچ فعل نیست که مثل فعل خالق باشه و هیچ صفتی نیست که مثل صفات خالق باشه. اگر کدام صفات ما داریم این صفات ما که از مربوط به مخلوق میشه. از این خاطر در این قسمت صحابه کرام و تابعین اعظام و تبع تابعین کرام اینا در این قسمت ها فقط به آنچه که در نص هست تسلیم بودن. علامه ابن کثیر چی میگفت؟ سید علامه ابن کثیر چی خوب میگه؟ علامه ابن کثیر در تفسیر خود میگه که در این مقام میگفت در این مقام ما مذهب سلف صالح را میگیریم. میگفت که ما در این قسمت اونمو مذهب اعتقادی، یکی مذهبای فقهی فکرتان باشه، یکی مذهب فقهی هست حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی، یکی مذهب اعتقادی که است که باز معتزله و مچم جبریه و قدریه و یا که از کلش اهل بدعت هستن، اهل سنت که هستن یا باز به ضد اهل بدعت استعمال شدن. از این خاطر اهل سنت در مسائل اعتقادی فرقه ها و گروه ها و گروپ ها ندارن، یا با مذهبی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله با مو عقیده که رسول الله صلی الله علیه و صحابه بود با مو باشی، یا در فرقه های گمراه خود داخل بود. پس این میگه که ما در این قسمت همون چیزی که سلف صالح ما یعنی ابوبکر صدیق، عمر فاروق، صحابه کرام و تابعین و تابعین و آن قبولیان بدون تکییف، تشبیه و تعطیل، اینو ما شما خوانده بودیم که نه از کیفیتش میگیم که چه قسم است، کیفیتش غیب است ما نمیفهمیم، و نه هم تشبیه میکنیم به خاطر از اینکه او مربوط خالق میشه، این مربوط مخلوق میشه، خالق با مخلوق تشبیه نمیکنیم و تعطیلی را نمیکنیم. بگیم ما این قبول نداریم به خاطر که ما نمیفهمیم، ما که نمیفهمیم قبول نداریم. این هم نیست. ما فقط آنچه که در نص هست قبول داریم، نه تعطیل میکنیم، نه تشبیه میکنیم و نه تکییف میکنیم. این گپ من از گپ علامه ابن کثیر است. این علامه ابن کثیر چی میگه؟ این علامه ابن کثیر میگه که ما بدون تکییف، تشبیه و تعطیل و آنچه که ظاهرا در ذهن مشبهین میاد آن نفی میشود. از این خاطر آنچه که در ذهن مشبهین، کسایی که در ذهنشان تشبیه هست، خالق با مخلوق تشبیه میکنن، مجرد که ید خالق یاد شد فورا دست خود پیش میکنن. این وقتی که دست خود پیش کرد تشبیه کرد. پس از این خاطر میگه که او که چیزایی که مردمایی که تشبیه میکنن او هم چی میشن؟ نفی میشن. زیرا الله سبحانه و تعالی میفرماید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. مثل الله هیچ چیز نیست. آنچه که مربوط الله هست به غیب است. از این خاطر شما در غیبیات زیاد مداخله نکنین، زیاد دو گپ نزنین، زیاد سر از او چیز نکنین که براتون مشکل پیدا میشه. فقط در این قسمت ها تسلیمی به آنچه که در نص است. خب بلکه مسئله چنانچه نعیم ابن حماد خزاعی که استاد امام بخاری رحمت الله علیه بود گفته است می باشد. چی میگه؟ نعیم ابن حماد خزاعی استاد امام بخاری چی میگه؟ این میگه که من شبه الله بخلقه کفر. کسی که الله را با مخلوق تشبیه میکنه این کافر میشه. کسی که الله را با مخلوق تشبیه میکنه کافر است. باید تشبیه نکنه. خب و من جحد ما وصف الله به نفسه فقط کفر. این دیگه مشکل. سیدن عقیده چقدر خطرناک. میگه عقیده بخوانین، درس عقیده بخوانین. میگه نه ما گلستان میخوانیم، ما بوستان میخوانیم، ما مثنوی میخوانیم، ما فلانی میخوانیم. در گلستان و بوستان مثنوی و دست پای ادبیات بخوان. عقیده که نفهمیدی مشکل برشان پیدا میشه. سعی کنید این عالم بزرگوار که استاد امام بخاری هست چی میگن؟
من شبه الله بخلقه کفر، اگر کسی الله را تشبیه میکنه با مخلوقش، با هر مخلوقش که باشه، این کافر میشه. و باز میگه و من جحد ما وصف الله به نفسه فقط کفر، و اگر کسی انکار میکنه آنچه را که الله خود به آن توصیف کرده، یعنی در قرآن همون وصف بر خود آورده، گفته ید الله، گفته و کل شیء هالک الا وجهه، و در اونجا گفته که تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، و گفته که مثلا کلمه استوا را بر خود استعمال کرده و جاء ربک، آمدن بر خود نسبت دادن. اینا میگه که اگر کسی تشبیه میکنه او هم کافر میشه، و اگر کسی انکار میکنه از آنچه که الله بر خود نسبت دادن، این هم کافر میشه. چقدر سعی گپای دقیق است که علمای بزرگ در قرن اول که خیر القرون هست و این استاد امام بخاری هست این گپا گفته ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه، در آنچه که الله خود وصف کرده و یا رسولش وصف کرده میگه هرگز تشبیه وجود نداره. چرا؟ آنچه که الله و رسول به الله بیان داشتن او مربوط به غیب میشه، و آنچه که به مخلوقات است که مربوط به مخلوقات است. پس در بین از یا در قرآن و سنت تشبیه نیست. تشبیه تو کشیدی، این علمای کلام کشیدن، این کسایی که فلسفه را داخل کردن، منطق را داخل کردن، عقل خود را داخل کردن و خواستن که در غیب مداخله بکنن، این گپای تشبیه را یا کشیدن. اما در قرآن و سنت چیزی در تشبیه نیست. این عالم میگه فمن اثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. چی میگه یه عالم بزرگوار؟ این قاعده را بر ما میگه فمن اثبت لله تعالى، کسی که اثبات نمود به الله سبحانه و تعالی ما وردت، آنچه را که وارد شده در آیات صریح و در اخبار، در احادیث صحیح، على الوجه الذي، به او وجه وارد شده که به جلال الله لایق شایسته هست، و نفى عن الله تعالی النقائص، و از الله چیزهایی که نقصان است یا را نفی کرده، فقط سلک سبیل الهدى، اینمی راه هدایت. یعنی راه هدایت بر ما نشان میده استاد امام بخاری نعیم ابن حماد خزائی رحمه الله میگه که نه تشبیه بکنین، تشبیه صفات الله با صفات مخلوق کفر است. این درس اول. درس دوم میگه کسایی که انکار میکنن صفت از صفات الله را، این هم کفر است. باید انکار هم نکنی، بلکه آنچه که در قرآن و سنت ثابت شده در او تشبیه نیست، پس ما اون امور قبول میکنیم، لکن کیفیتش چرا سرش بحث نمیکنیم که او مربوط به غیب است و ما در غیب مداخله نمیکنیم. خلاص این حال کل افعال که است به این شکل فهمیده میشه. خب سوم نقطه که علمای صحابه کرام و تابعین و تبع تابعین عقیده داشتن چی بودن؟ که به این عقیده بودن که اگر فعل را خالق متعال به خود نسبت داده است به جلال و عظمت او شایسته است، بنابراین در این زمین زیاد تجسس نمیکنه. صحابه کرام آنچه که الله به خود نسبت داده بود میگه او به جلال و عظمت الله شایسته است، ما زیاد تجسس نمیکنیم. چرا تجسس نمیکنیم؟ که او مربوط به غیب است و غیب با عقل و با حس ما نمیتونیم بکنیم. در غیب سیکنیم الذین یؤمنون بالغیب، اسلام که هست اساس اسلام چی است؟ ایمان به غیب. باید به غیب تسلیم شد، در غیر از اون نمیشه. الف لام میم ذالک الکتاب، همین کتاب که قرآن است، لا ریب فیه، در شک نیست. هدی للمتقین، هدایت است برای متقیان. کسایی دیگه هدایت میشن، اما کسایی که میگه چیست؟ صفت اولشون چیست؟ اول صفتشون الذین یؤمنون بالغیب، اول باید به غیب تسلیم شد. از این خاطر صحابه کرام در این مسائل غیب تسلیم شدند. چهارم عقیده داشتن که الله سبحانه و تعالی از آنچه که مربوط به مخلوقات میشود غنی هست. حالا که ما تو چیزی رو به مخلوقات نسبت میتیم، الله غنی هست، نیاز نداره. ما به چوکی نیاز دارم، الله به چوکی نیاز نداره. ما به اکسیژن نیاز دارم، من مخلوق هستم، الله بی نیاز است. ما به فرزند نیاز دارم، الله بی نیاز است، الله الصمد. از این خاطر اینا میگفتن که نظر به آیات قرآن که ان الله لغنی عن العالمین، الله ذات غنی هست، به عالمیان نیاز ندارن. از این خاطر ما باید چیز را
الله را مثل مخلوق فکر نکنیم، چون ما مخلوق هستیم که نیازمند و محتاج هستیم. الله غنی هست عن العالمین. در آیت شریف الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ میگه والله هو الغنی الحمید، سوره فاطر آیت 15. خب امام مالک رحمت الله علیه یکی از شخصیت های بزرگ و امامای بزرگ اهل سنت است. یک کسی آمد پیش ازی، آمد در بین مجلس، مثل که اگر وقت ببینیم که یک نفر هیچ در درس عقیده نشیشته و نخوانده. امروز درس چندم عقیده بود؟ 23 درس ما و شما خواندیم. 20 چند جمعه خواندیم؟ 23 جمعه. هنوز هم ما در مقدمات هستیم. یعنی لکه 100 درس عقیده را ما و شما خلاص کنیم، بعد از اون ما خوب هم عقیده را کل بخشایش میفهمیم. او در یک روز میخواه که کل عقیده را در یک روز، ولی من یک سوال دارم، این سوال مرا جواب بدین که من میرم با امان خدا. مشکل پیدا میکنه. باز من برش گفتم بیادر همین مولوی صاحب، قاضی صاحب، دکتر صاحب، یک دانه لنگی هم برش پیدا کنیم که امروز دوستار بندی کنیم که بیچاره بخیزه بره که وقت نداره. مردم 10 سال درس میخونه، تو آمدی در یک سوال یک روز میشه. از این خاطر مشکل در اینجا پیدا میشه. یک نفر آمد پیش امام مالک رحمت الله علیه، امام من یک سوال دارم. گفت چی سوال داری؟ گفت در قرآن گفته که ثم استوى علی العرش، اینه برام بیان بکن. امام مالک رحمت الله علیه برش گفت که بچه جان، الاستواء معلوم. مثلا چه خوب قاعده میده، علما هست. برش میگه که الاستواء معلوم، استوا معلوم است کنه در قرآن عظیم شان آمده و معنایش هم کل ما میفهمیم. الاستواء معلوم والکیف مجهول، چون کیفیتش، چگونگیش، که چه قسم الرحمن علی العرش استوا، چه قسم استوا نمود، این مجهول است. کیفیتش چرا غیب است، مربوط به غیب میشه. والایمان به واجب، ایمان آوردن به چی است؟ واجب است. چرا واجب است؟ به خاطر ازی واجب است که در قرآن آمده، تو به قرآن ایمان داری، پس آنچه که در قرآن آمده بالایت واجب است که چی کنی؟ ایمان داشته باشی. خب و سؤال عنه بدعه، و سوال کردن از چی است؟ بدعه است. خب اول امام صاحب مالک گفت که نکته اول چی رو برش فهماند که الاستواء معلوم. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اونا زبان عربی را میفهمیدن، معنای استوا را میفهمیدن که استوا به معنای بلند، علو، استقرار و صعود است. الرحمن علی العرش و استوى علی العرش و استقر علی العرش و صعد علی، به هر معنیش معلوم است. خب نقطه دوم برای گفت والکیف مجهول. چرا کیف گفت مجهول است؟ به خاطر که کیفیت زیر معنی میفهمیم. چرا که مربوط به چی میشه؟ مربوط به غیب میشه. مربوط به چی میشه؟ مربوط به غیب میشه. وقتی که مربوط به غیب شد برای ما چی است؟ مجهول است یا معلوم است؟ مجهول است. فهمیدین؟ پس گفت کیفیتش مجهول است. چرا غیب است. خب سوم نقطه چی باشه؟ گفت که الایمان به واجب. چرا گفت؟ به خاطر ازی که اینمی در قرآن و سنت ثابت شده و صحابه کرام ایره پذیرفتن و این جزء عقیدهشان بودن. پس خلاص آنچه که در عقیده آمده، ایمان در قرآن آمده، ایمان آوردن به چی هست؟ واجب است. چهارم چی گفت؟ و سؤال عنه بدعه. چرا گفت بدعه است؟ چرا که برای کسایی که در مجلسش فهماندن که اینمی قسم سوالات در عصر صحابه کس نمیکرد. اما انسان های بدعتکاری که صفات الله را با مخلوق مشابه کردن و قیاس کردن، بر از او این سوالا پیدا شد. از این خاطر برشان فهمان که چی است؟ از این خاطر صاحب تفسیر بحر مدید چی میگه؟ این میگه ولم تتکلم الصحابه علی الاستواء. ما چرا سر استوا گپ میزنیم؟ میگه صحابه دیواره گپ نزدن. چرا گپ نزدن؟ بل امسکوا عنه، از او امساک کردن. چرا؟ به خاطر اینکه صحابه میفهمیدن که در مسائل غیبی گپ زدن
بجز از این که برای انسان مشکل پیدا کنه چیز فایده. از این خاطر من برای شما در مسابقه درس اول چی میگفتم که نصف ایمان چی است؟ نمیفهم تسلیمی نمیفهم. ذات الله چی قسم است؟ مربوط به غیب است نمیفهم تسلیمی. صفاتش چی قسم است؟ کیفیتش نمیفهم تسلیمی. افعالش چی قسم است؟ همین قسم است که به ذات الله شایسته است من نمیفهم. از این خاطر نصف دین که است نمیفهمم است. تسلیمی هست. الذين يؤمنون بالغیب. اینا کسایی که میگن نه ما در غیب تسلیم نمیشم باید من بفهمم باید من را چیز کنیم. از این خاطر در صفحه اول قرآن شریف برازیا گفته که تو مسلمان شده نمیتونی. چرا که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذين يؤمنون بالغیب. بازی که به غیب تسلیم شدی با نوبت نماز می بعد از باز و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. باز اول عبادت فکری هست. سه قسم عبادت هست. یکی عبادت فکری هست، یکی عبادت بدنی هست و یکی عبادت مالی هست. عبادت فکری چیست؟ الذين يؤمنون بالغیب. عبادت بدنی چی است؟ و یقیمون الصلاة. و عبادت مالی چی است؟ و مما رزقناهم. واضح است ان شاء الله. پس از این خاطر صاحب تفسیر بحر مدید چی میگن؟ میگه ولم تتکلم الصحابه على الاستواء بل امسكوا عنه ولذلك قال مالك السؤال عنه بدع. از این خاطر میگه امام مالک رحمت الله علیه گفتن که وقتی که صحابه این کار نکردن دیگرها که سرجی میکنن این بدعت است. از این خاطر این بدعت کارا شروع کردن سر از این مسائل زیاد جر و بحث میکنن. امام ابن جزی رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه وقد روی مثل قول مالک. میگه انی گپی که امام مالک گفته اینمی قسم روایت شده عن ابی حنیفه رحمت الله علیه از امام نعمان ابن ثابت ابو حنیفه رحمت الله علیه. پس عقیده احناف هم همین. عقیده اهل سنت مالکی هم بین مالکی و حنفی و حنبلی و شافعی در بین در عقیده فرق کلش یک عقیده. پس اون چی میگن؟ وقد روی مثل ذلك وقد روی مثل قول مالک عن ابي حنیفه وجعفر الصادق والحسن البصري. و از جعفر الصادق هم امیر روایت شدن. یعنی بعضی کسایی که باز میگه که ما مربوط امام جعفر هستیم و جعفری هستیم و ما امام جعفر را دوست داریم، عین عقیده از امام جعفر رحمت الله علیه هم بوده است. اگر مخالف از دیگه پیزنید پس تو دروغ میگی. والحسن البصري و حسن بصری رحمت الله علیه بعضی کسایی میگه که والا ما پیروای حسن بصری هستیم و چطور هستیم؟ از او هم میگه عقیده‌اش اینمی قسم بود. از این خاطر امام ابن جزی رحمه الله میگه که اینمی چیزی که امام مالک چی گفت؟ امام مالک الاستواء چی گفت؟ الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. امام ابن جزی رحمه الله میگه وقد روی مثل قول مالک رحمه الله عن ابي حنیفه وجعفر الصادق والحسن البصري ولم يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء بل امسكوا عنه. از این خاطر میگه صحابه و تابعین درباره استوا زیاد جر بحث نکردن بلکه امساک نمودن. ولذلك قال مالك السؤال عنه بدعه. خب علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه چی میگه در مورد سخنان امام مالک؟ وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول. میگه تمام مسلمانان اینمی سخنانی که همین عبارتی که امام مالک گفته کل مسلمانان را قبول داشته. فلیس فی اهل السنت من ينکره. میگه در بین اهل سنت کسی نبود که این قول امام مالک انکار. باز چی میگه امام صاحب؟ بسیار خوب اینال یک قاعده را سپس امی علامه چی میکنن؟ علامه ابن تیمیه باز آل قاعده را میگن و هذا شأن جمیع ما وصف الله به نفسه. اینمی قاعده که امام مالک صاحب داد اینمی قاعده سر تمام آنچه که الله خود به او وصف کرده. ولو قال في قوله إني معكما أسمع وأرى كيف يسمع وكيف يرى. میگه مثلا همین قاعده رو سر کلش ما تطبیق میکنیم. سر کلش چی میکنیم؟
تطبیق میگم آنچه مربوط به الله میشه. میگه اگر یک کسی از پیش شما پرسان بکنه که در این آیت چی میگه که اینی معکم، ما همراه شما هستم، اسمع و ارى، ما میشنوم و میبینم. کیف یسمع و یرى، الله چه قسم میشنوه و چه قسم میبینه؟ لا قلنا، میگه ما برش میگیم که السمع والرؤیا معلوم والکیف مجهول. ما برش میگیم چی است؟ السمع شنیدن و دیدن الله چی است؟ معلوم است، کیفیتش مجهول است. ایمان به او، سوال به او از او بدعت است. چون خوب یک قاعده هست نه؟ الله امام مالک صاحب بسیار کنیم سبحان الله 14 قرن پیش رفته، آل ما و شما برش مغفرت میخوایم، از علمش استفاده میکنه. الله این تو علم بده که وقتی که بره 14 قرن بعد فایلش واضح است و هر روز که مردم از این قواعدشان استفاده میکنه برش اجر ثواب میده. خدا از او علم بگاید کنه که نفرایت زیر پایت بگی بیا پایم از سجده کن، تا روزی که مردم به بت‌ها سجده میکنه کلش در تا پس دبره اینه به نام شیخ و به نام فلانی فلانی. الله انت امام مالک صاحب الله بالایش رحمت بکنه و جنت داخلش بکنه که ما حتی از علم از او، از فهم از او، عقیده ما هم خوب میشه. من از تعصب و تکبری که علی فلانی وهابیست کافر است، علی فلانی سلفیست چطور است، علی فلانی رفع الیدین که الحمدلله اینمی تعصباتی که در بین مردمای جاهل و در بین اونم 30 سال پیش که ما امی تعصب داشتیم، الحمدلله توسط فهم قرآن کریم و سنت رسول الله این تعصبات از وجود ما کاملا برداشته شده. کسی که آمین بالجهر هم گفت او را دوست داریم نمی قلب خود. چرا که آمین بالجهر میگه؟ کار را میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده. کسی که رفع الیدین میکنه، در رکوع بالا شدن، از رکوع پایین شدن میکنه، کار را میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کرده. ما اگر خودم توفیق بر ما نداد، خودمون نتونستیم، دیگرایی که میکنن که مخالفت با کسان میکنن. خودمون بسیاری اوقاتی که وقت بر ما پیدا شد و به خاطر اینکه بعضی اوقات اهل بسیاری مردم جاهل هستن و گپ نمیفهمن، از این خاطر میگمش که باش که در غیر از آنچه که سنت رسول اکرم صلی الله علیه و است و کلش تسلیم هستیم. سمعنا و اطعنا، تسلیم. درسته تسلیم. اسلام چیه؟ تسلیم. با هیچ کس. الحمدلله. و هی نعمت الله است. فکرتون باش از این نعمت الله بسیاری کسا محروم هستند. متعصب است در مقابل سنت رسول الله صلی الله علیه و مخالفت میکنه. چرا سنت پیغمبر صلی الله علیه و مخالفت میکنه؟ یکی در مقابل ریش مخالفت میکنه که ریش تکل کن، یکی در مقابل رفع الیدین مخالفت میکنه که ایره نکن، یکی مخالفت درباره آمین بالجهر میکنه که آمین چرا بلند گفتی، یکی میگه تو مثلا چرا پایت در پای دوادی نماز چسباندی، چرا شانه چسباندی، چرا تو کردی، یعنی حتی در مقابل از قرار میگیره. اینمی که تعصب نداری و به حق تسلیم هستی، اینمی بزرگترین نعمت الله هست. از این نعمت خدا محروم نکن، از این نعمت خدا محروم نکن. ولو که امو سنت خود تطبیق کردن نمیتونستی، با تطبیق نکردنش وقتی که یک سنت از پیش ترک شد کافر نمیشی، اما مخالفت با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تو را در صف شیطان قرار میده و متاسفانه بعضی کسا به این مبتلا هست. چرا؟ تعصب داره، تعصب بیره چی میکنه. خب به هر صورت اینی علمای بزرگ است. شیخ عبدالغنی میدانی صاحب کتاب اللباب فی شرح الکتاب فی الفقه الحنفی، یک کتاب است در فقه حنفی، این کتاب اشاره کردن. این چی میگه؟ میگه لانه تعالی منفرد بصفاته، میگه الله منفرد از بصفاتش، لذاته به ذات خودش، فکما لا تشبه ذاته الذوات. اینمی قسم که میگه ذات الله مشابه دیگه ذات ها نیست، فصفاته لا تشبه الصفات. اینمی قسم میگه صفاتش هم با دیگه صفات مشابه نیست. از این خاطر این قاعده رو بر ما میتن میشه. دیگه علامه علاءالدین ابن محمد ابن عابدین هر یکی از فقهای بزرگ احناف است، صاحب حاشیه ابن عابدین است که بالای الدر المختار نوشته شده. در بحث متشابهات میگه گذشتگان امت به تمامی این امور مطابق معنای آن چنانچه الله و رسولش اراده نموده بودند ایمان داشتند، بدون این که حقیقت آن را مطالبه نمایند. چون حقیقتش که چه قسم است و چطور است او مربوط به غیب، گفتیار مطالبه، تا این که الله سبحانه و تعالی از حقیقت آنان را آگاه ساختند. از این خاطر
این علامه ابن عابدین کسایی که در فقه حنفی تخصص گرفتن و خواندن این خوب میشناسن. اینالی علامه ابن عابدین چی میگن؟ میگن علمای امت با آنچه که در قرآن و سنت آمده به او تسلیم بودن. یعنی ما هم تسلیم هستیم، اونا هم تسلیم بودن. چی میکردن؟ و در اون چیزهایی که به الله نسبت داده شدن پشت کیفیتش چطور است و چنانش نمیگشتن، تا ای که الله سبحانه در روز قیامت حقیقتش بر ما نشان بده. باز ما و شما در روز قیامت ان شاء الله اگر در جنت رفتیم و الله دیدار خدا نصیب ما کرد و الله نصیب ما و شما بگردانه، باز اوش هم میفهمیم، باز او پرده غیب از چشم ما برداشته میشه. تابعی گران قدر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کتابش به نام الفقه الاکبر، یک کتاب است که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نوشته کرده. چی میگه او در کتاب خود؟ چی میگه؟ میگه له ید، میگه الله سبحانه و تعالی ید داره، دست و وجه و روی هست و نفس کما ذکره الله تعالی فی القرآن، مثل که الله سبحانه و تعالی میگه در قرآن ذکر کرده من ذکر الوجه والید والنفس فهو له صفات بلا کیف. پس الله سبحانه و تعالی این صفات داره، لکن کیفیتش ما نمیفهمیم. بدون از اینکه ما کیفیتش بفهمیم، صفات الله کیفیت خدا دارن، لکن ما نمیفهمیم کیفیتش، ما نمیفهمیم. چرا؟ کیفیتش غیب است و به الله تعلق داره. از این خاطر امام صاحب چی میگن؟ ولا یقال، میگه این گپ هم گفته نشه که ان یده قدرته، که بعضی کسا میگه منظور از ید چی است؟ قدرت است. این گپ امام ابو حنیفه رحمت الله میگه این گپ باید گفته نشه، یا تو گفته نشه که منظور از ید نعمت است، لان فیه ابطال صفه. میگه اگر این گفتی تو یک صفت الله را ابطال کردی، یک صفت الله را از بین بردی و از او انکار کردی. و هو قول اهل القدر والاعتزال، این میگه سخن قدریه و معتزله هست که او کل علمای اهل سنت میگن که اونا گمراه هستند. لکن یده صفته بلا کیف، لکن ید الله، دست الله، صفت الله هست بدون کیفیت، ما کیفیتش نمیفهمیم. و غضبه و رضاه، غضب الله یا رضایت الله، این چی است؟ صفتان من صفاته، این صفتهای از صفات الله است بلا کیف، بدون کیف که ما کیفیتش رو نمیفهمیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.